روزی جمعه سعید رو با شما بینندگان عزیز شد. با شما میگویم برایتان صحتمندی و روحی بولیده رو تمنا داریم و البته امید داریم که هر صبح خبرها رو از آزادی ویدیو منتظر میشوید. شالوی گلخوجه هستم در نوید بامدادی همراهتان با توضیح ها از تاجیکستان و جهان. در پراگ همین حالا ساعت رسو 7 است و نخست از باد و هوا برای شما معلومات میدیم. در مرکز جمهوری چخ آب و هواشناسان امروز هوای ابری رو پیشگویی کردند. قرار است گرمی روزانه تا 17 درجه رو تشکیل نماید. در مسکو هوای بارانی و روزانه تا 17 درجه گرم می شود. در پایتخت تاجیکستان امروز هوا آفتابی خواهد بود و حرارت به 26 درجه می رسد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 11 اکتبر جهت شرکت در جلسه شورای سران کشورهای اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل به ترکمنستان رفت. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان در این سفر پرزیدنت را وزیر امور خارجه یاور پرزیدنت در امور مناسبت‌های بین‌المللی، وزیر رشد اقتصاد و سودا، داستان کل و دیگر افراد رسمی همراهی می‌کنند. جلسه شورای سران کشورهای اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل امروز در شهر اشق‌آباد برگزار می‌شود. به اطلاع رسمی کاتبوت این سازمان در جلسه پرزیدنت‌های کشورهای عضو این سازمان اعلامیه همکاری‌های استراتژیک اقتصادی و برنامه همکاری در سمت مبارزه با تروریسم و دیگر ظاهرات افراطگرایی امضا شود. اینچنین قرار است رهبری دوری این سازمان به ازبکستان گذرد. با اینکه از تأسیس اتحادیه دولت‌های مستقل 28 سال سپری شد، اما تحلیلگران میگویند این سازمان همان و همچون یک سازمان شکل نگرفته و بی‌ثمر باقی ماند. اتحادیه دولت‌های مستقل 8 دکبر سال 1991 بعد پشت خوردن اتحادیه شوروی تأسیس شده تا امروز به عضویت آن 10 جمهوری شوروی سابق آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوا، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان شامل هستند. صندوق بین‌المللی پول برنامه نوی خود را نسبت تاجیکستان با حکومت این کشور پیشنهاد کرده. اجرای آن را به چند شرط بستگی داده است و اکنون دولت تاجیکستان باید پاسخ بدهد که به آن راضی هست یا نه. تاجیکستان از سال 2015 این جانب تلاش دارد از این نهاد بین‌المللی مالی کمک و قرضهای امتیازدار دریافت بکند. پیشنهاد برنامه نو در حال صورت میگیرد که سفر یک هیئت صندوق بین‌المللی پول تحت رهبری پدامجا خاندلوال به تاجیکستان پایان یافت و همچون نتیجه آن روز 9 اکتبر 4 توصیه استراتژی IMF به حکومت تاجیکستان منتشر شد. این هیئت از بالا بردن نرخ نیروی برق در تاجیکستان جانبداری کرده است و گفته است اصلاحات شرکت دولتی انرژتیکی از جمله هر سال بالا بردن نرخ برای کاهش تلفات در این ساحه کمک کرده است. یکی از توصیه‌های نو این سازمان ادامه اصلاحات بخش مالیه با شمول حل مشکل بانک‌های پرداخت ناپذیر برای بازگرداندن اعتماد است. این توصیه اشاره به مشکل حل نشده اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک است که اینک 3 سال باز ادامه دارد. این دو بانک از سال 2016 این جانب در پرداخت امانت‌های مشتریانشان عاجز ماندند. دولت تاجیکستان فوریه سال 2017 برای نجات این دو بانک یعنی به تاجیک صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی و به اگرو اینوست بانک 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی جدا کرد، اما مشکل پرداخت پذیری این بانک حل نشد. اگر حکومت تاجیکستان اصلاحات را قبول و اجرای آن را بر عهده بگیرد، انتظار می رود دوشنبه از صندوق بین‌المللی پول تا 220 میلیون دلار قرض امتیازدار دریافت کند. در تاجیکستان طرح آماده شده است که مقرر نمودن تبعیض برای قبول به خدمت دولتی را منع می‌کند. بر اساس تغییرات نو برای داوطلبان کار در اداره‌های دولتی، ملت، نژاد، جنس، زبان، اعتقاد دینی و وضع اجتماعی دیگر برتری نمی‌دهد. مؤلفان طرح باور دارند که با این کار راه را برای اشخاص شایسته در نظام دولتی می‌گشایند. اما کارشناسان مشکل کادری در تاجیکستان را سیستماوی می‌دانند که به گفته آنها با راه حقوقی حل نمی شود. تغییر علاوه ها به قانون درباره خدمت دولتی از سوی چند وکیل هر دو پالاتای پارلمان، مجلس ملی و مجلس نمایندگان تهیه شده. اخیراً حکومت نیز به آن راضیگی داده است. قانونگذاری فعلی تاجیکستان ملت و نژاد و اعتقاد دینی را تا این وقت نیز مانع برای کار در اداره‌های دولتی اعتراف نکرده بود و تنها داشتن شهروندی را کفایه می‌دانست. اما مؤلفان طرح نو میگویند با قبول تغییرات به قانون می‌خواهند توجه اساساً به لیاقتمندی کادرها باشد و ملت و دین نامزدها دیگر اهمیت نداشته باشد. در تاجیکستان طبق اطلاع رسمی نزدیک 19,000 خدمتچی دولتی فعالیت می‌کند.
با اطلاع اجنسی خدمت دولتی 90% کارمندان دولتی در کشور تاجیکان و 10% دیگر ازبک ها، قرغیز ها، روس ها و دیگر ملت ها هستند. مسئولان این اداره گفتند آنها خدمتچیان دولتی را تنها از روی جنسیت، منطقه و ملت حساب میکنند و اعتقاد دینی آنها را جای ذکر نمی کنند. امروز در دادگاه قرغیزستان محکمه پرزیدنت سابق این کشور که با فساد متهم می باشد شروع می شود. روز پنجشنبه منصبداران قرغیز گفتند که محکمه پیشکی المسبک اتنبویف پشت درهای بسته در شهر بیشکک آغاز می یابد. در ماه آگوست دادگاه نهایی یکم می شهر بیشکک سابق پرزیدنت قرغیزستان اتنبویف 63 ساله را با رهایی غیرقانونی جنایتکاری معروف عزیز باتوکاєв در سال 2013 متهم کرد. باتوکاєв با یک عده جنایت‌های وزنین از جمله کشتار دپوتات قرغیز و منصبدار وزارت امور داخلی مجرم دانسته شده بود. در حال ثابت شدن عیبنامه اتنبویف امکان دارد 15 سال آینده را در زندان گذراند. او عیبنامه را بی‌اساس می‌شمارد. اتنبویف بعد مقاومت خونین 2 روزه در منزل زیست 6 آگوست به نیروهای امنیتی قرغیزستان تسلیم شد. با آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال و شرق سوریه 10 نفر به قتل رسیده، هزارها نفر خانه‌های خود را ترک کرده و فرار نمودند. کنگره آمریکا با اشاره به این عملیات امکان جاری نمودن تحریم بر ضد ترکیه را بررسی دارد. روز پنجشنبه پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ گفت که حاضر است برای دریافت سازش در بین ترک‌ها و کردهای سوریه میانجیگری کند. در شهر نوسیبیرسک روسیه بعد زنی در بازار خیلوکس پلیس 30 تن از مهاجران آسیای مرکزی را بازداشت کرد. عین حال 11 تن از آنها در بازداشتگاه مخصوص نگهداری و برای اخراج از روسیه آماده می شوند. زنی با شرکت نمایندگان دیاسپورای قرغیزها در نزدیکی بازار خیلوکس نوسیبیرسک روز 7 اکتبر رخ داد. چند تن از اشتراکداران این زنی از تیرهای ریزین مجروح شدند. تاجران بازار شهروندان قرغیزستان که از دیر باز در نوسیبیرسک استقامت دارند میگویند زنی آخر حادثه نو تکرار بود. آنها بارها از تمجید و غارت گروهی متشکل جنایی به پلیس شکایت کردند. این گروه را قرغیزستانی دیگر تامرلان رهبری میکند. کارگران بازار میگویند گروه تامرلان تاجران را غارت و پلیس از گروه حمایت میکند. در پی حادثه اخیر پلیس با مدعای ابوشی و تمجید پرونده باز کرده است. بحث تقریبا یک ساله ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت با یک شرکت چینی که تا این دم به فایده مقامات جریان داشت به اول خود برگشت. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان هفته گذشته قرار 2 زینه پایانی از جمله قرار دادگاه اقتصادی ولایت سوخت را در این باره بکار کرد و امر داد که قضیه را از نو آموزند. دلیل چنین تصمیم آشکار نشده است. ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت شرکت روی آهن اوسزوی چین را به پایمال کردن قانون ثروت‌های طبیعی تاجیکستان متهم می‌داند. مسئولان این اداره گفتند کارمندان شرکت چینی هنگام ساختمان روی خوجند اسفره به داشتن اجازه ریگ و شغل را کنده به حساب آنها به دولت 1.3 میلیون سومانی یعنی بیش از $100,000 زیان رساندند. اما نمایندگان شرکت چینی در جواب خطی به رادیو آزادی گفتند تنها از ریگ و شغل سیل راه استفاده بردند که به باور آنها به گرفتن اجازه رسمی ضرورت نیست. طالب جان یوسف حقوقشناس ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت دیروز به رادیو آزادی گفت شرکت چینی به اجازه مقامات از 3 منطقه در اسفره ریگ و شغل گرفته است. و افزود این کار مخالف قانون درباره ثروت‌های زیرزمینی و محیط زیست تاجیکستان است و باید جبران پردازند. مسئولان فیلیال شرکت روی آهن خطایی اوسزوی در جواب خطی به رادیو آزادی نوشتند برعکس با حکومت شهر اسفره در توزیع کردن سیل راه کمک کردند تا به گفته آنها از عاقبت بد آفت‌های طبیعی پیشگیری شود. کارشناسان در گذشته بارها گفتند که چین با مشکلات محیط زیست دست به گریبان است و منفعت دارد که کارخانه‌های آلوده کننده هوا را از قلمروش بیرون کند. شرکت چینی روی آهن اوسزوی از سال 2006 باز در تاجیکستان فعال است و حال روی خوجند اسفره را می‌سازد. روی خوجند اسفره با مبلغ‌های قرض و گرانت بانک جهانی ساخته می‌شود. یکی از طرح‌های بزرگی که شرکت عملی کرده است ساختمان روی جرگاتال سرحدی قرغیزستان بوده است.
рӯзҳои 12 ва 13 ноябри соли ҷорӣ дар шаҳри Чимкенти Қазоқистон бо ибтикори Оҷонсии Амрико оид ба рушди байналмилалӣ ва ё худ USAID форуми тиҷоратии Осиёи марказӣ баргузор мегардад. Аз сафорати Амрико дар душанбе дирӯз ба Радиои Озодӣ иттилоъ доданд, ки дар ин форум раҳбарони ширкатҳо, намояндагони бахши давлатӣ ва коршиносони соҳа аз Осиёи марказӣ ва ҷанубӣ, Аврупо ва Иёлоти Муттаҳида, аз ҷумла намояндагони ҳукумати Тоҷикистон ҳам иштирок мекунанд. Ширкатдорон бо равишҳои гуногуни сармоягузорӣ дар бахши меваву сабзавот дар Осиёи Миёна ва берун аз он шинос мешаванд. Ҳамчунин коршиносони Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд дар ин бора ҷаласаи худро доир мекунанд ва мутахассисони барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид ширкатдоронро бо истеҳсоли маҳсулот дар минтақа ошно мекунад. Амрико сарпарасти асосии форум дар доираи тарҳи USAID оид ба рақобатпазирӣ, савдо ва ҷойҳои корӣ дар Осиёи марказӣ мебошад ва онро бо шарикони маҳалливу байналмилалии худ доир мекунад. Ин форум дар ҳоле баргузор мешавад, ки коршиносон мегӯянд бо вуҷуди талошҳо тиҷорат миёни ин кишварҳои Осиёи Миёна бо Амрико ба андозаи кофӣ густурда нест. Кишварҳои Осиёи Миёна бо Амрико дар доираи гурӯҳи S5+1 ҳам ҳамкорӣ доранд. ин гурӯҳ аз Амрико ва 5 кишвари Осиёи марказӣ Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Туркманистон ташкил шудааст. Боло фурсате аст, ки ман барои шумо бинандагони азиз қурби асъори хориҷӣ барои имрӯзро эълон кунам, ки чун ҳамеша аз тарафи Бонки Миллӣ таъин шудааст ва дар вебсайти ин бонк гузошта шудааст. Ба ин тартиб $1 9 сомониву 68 дирам, €1 10 сомониву 68 дирам ва 1000 рубли русӣ баробар аст ба 149 сомониву 50 дирам, яъне нисбат ба рӯзи гузашта 50 дирам болотар аст. Ва бинандагони азиз, чанд хабаре буд, ки ман барои шумо гуфтам. Дар давоми рӯз хабарҳои бештар шуморо мунтазир аст ва мо низ интизори шумо ҳастем дар гуфторҳои баъдӣ. Рӯзи хуб дошта бошед ва рӯзи ҷумъаи саид бори дигар барои шумо муборак бошад.